سلام، من حسامم و خیلی خوش اومدین به این ویدیو از آکادمی زاویه. تو این ویدیو قراره که گرامر این هفته رو با هم دیگه معرفی کنیم و راجبش چیز یاد بگیریم. بذاریم بریم سراغ اصل مطلب. خب چند تا جمله میگم، به اینا نگاه کنید. I must buy a new car. I have to wear a suit at work. I must study. I have to work tomorrow. I must call him. I have to call him. خب همونطور که میبینید چیزهایی که تو این جمله ها ما داریم راجبش صحبت میکنیم must و have to هست. اما خب میدونیم دیگه مثلا must و have to واسه چی به کار میرن؟ بله، برای obligation، برای الزام به کار میرن و این چیزیه که هممون بلدیم. must مدال have to بعد از must و have to فعل باید به چه صورتی بیاد و همه این چیزها رو ما قبلا دیدیم و راجبش صحبت کردیم جاهای مختلف، همه جا هم میگیم. و خب بیشتر جاها ما میگیم که ماست و هفتو رو میشه به جای همدیگه به کار برد و معنیشون یکیه و بله، میشه در مواردی به جای همدیگه اینها رو به کار برد و بله، معنیشون تا حد زیادی به یک صورت قابل تعبیره. اما خب امروز توی این نکته گرامر کاربردی زاویه میخوایم به فرقاشون هم یک نگاهی بندازیم. یعنی چی؟ یعنی من کجا بهتره که ببین هدفمون چیه؟ هدفمون اینه که گرامر پرکتیکال، گرامر کاربردی، گرامر واقعی، دنیای واقعی رو بررسی کنیم. بنابراین اینجا میایم میگیم که خب کجا بهتره من ماست به کار ببرم، کجا بهتره من have to به کار ببرم. خب من ماست دارم و have to، اوکی، جفتشون برای obligation هستن، برای الزام هستن، نوعی اجبار حتی بعضی وقتا نشون میدن. اما خب آیا همیشه اینها یکسانه با هم کاربرداشون؟ میگیم نه. میگیم ماست رو معمولا برای وقتی به کار میبریم که حرفمون پرسوناله. یعنی چی؟ یعنی اون الزام اینترناله یا به شکل یه اپینینه. در واقع یعنی چی؟ یعنی من ماست رو وقتی بیشتر یا بهتر وقتی به کار ببرم که من گوینده الزام رو دارم تعیین میکنم. الزامم ریشه یا سورس یا چشمه خارجی نداره. پس الزام من ریشه، سورس یا چشمه خارجی نداره و نظرم رو به نظر من لازمه، به نظر گوینده اجباره. توی این وقتا ما ماست رو به کار ببریم. ولی بعضی وقتا هست که به نظر من لازم نیست یه کاری، یعنی لزومش رو من گوینده تعیین نکردم. یه قاعده است، یه قانونه، یک نفر دیگه ای تعیین کرده. وقتی یه نفر دیگه ای تعیین میکنه دیگه برای من نظر من نیست، نظر یه نفر دیگه است و برای من ماست نیست. حالا بذاریم ماست رو نگاه کنیم. مثلا من میگم که اوکی تیچر، وقتی من تیچر مثلا توی کلاسی دارم حرف میزنم میگم you must finish this page by tomorrow. You must finish this page by tomorrow. اون الزام رو من گوینده که اینجا تیچر هست، من گوینده اون الزام رو تعیین کردم. اما خب هفتو رو گفتیم دیگه فردی نیست. بعضی وقتا میتونه یک قانون باشه، حالا قانون قاعده باشه اصطلاحاً مثل رول، یا قانون باشه لا. و اکسترناله یعنی چی؟ یعنی منبع الزام دیگه گوینده نیست، منبع الزام بیرونیه. مثلا تیچر اینجا گفت you must finish this page by tomorrow و students چی میگن؟ حالا تیچر اونو گفته، برای تیچر نظر تیچر بوده، الزامی بوده که تیچر خودش ایجاد کرده، پس گفته must. students میگن we have to finish this page by tomorrow. چرا؟ چون have to به کار میبریم به خاطر اینکه الان دیگه منبع الزام بیرونیه. خب بریم یه سری مثال بزنیم. برای must و have to میتونیم بگیم I must stop eating junk food. من خودم تصمیم گرفتم، به نظرم بهتره که این کار نکنم. But we say I have to stop because the doctor said so. منبع الزام بیرونی شد. He must work harder this week. Opinion. He has to work harder this week. He's behind schedule. We must buy some flowers for them. خودمون انتخاب کردیم، خودمون میخوایم، به نظرمون باید این کار رو انجام بدیم. But we have to buy some flower for them. چرا؟
شاید یکی بهمون گفته که حتما واسش flowers، اینم اینجا یه اثبات باشه، حتما واسهشون گل بگیریم. You must drive slower over the speed bumps. میتونی drive رو slower نکنی به قولی، اما you must drive slower over the speed bumps. Okay, I think it's an obligation. It's my opinion. It's personal. Speaker. But you say, you have to drive slower than 110 kilometers per hour. It is the law. External. Okay. خب حالا بریم ببینیم must یا have to. اینا رو شما بگید. هر کدوم رو که میگم پاز کنید ویدیو رو و بگید و بعد من جوابش میدم. You must or have to wear a uniform at this school. Wear a uniform at this school. You have to. They must or have to leave early because of the traffic. They leave early because of the traffic. Must or have to? Must. My opinion. It's not a rule. It's not a law. You must or have to listen to the teacher. You must or have to listen to the teacher. Must. بعد بیاد یکم بالاتر. Okay. I finish the project tonight. Tomorrow is the deadline. Tomorrow is the deadline. I have to. Very good. خیلی خیلی متشکرم که توی این ویدیوی زاویه با من همراه بودید. با هم دیگه ماست و هفت رو دیدیم، ولی نه ماست و هفت تویی که همه جا راجبش گفته میشه اینا برای ابلیگیشن و این صحبت ها. بیشتر رفتیم سراغ این که خب حالا ماست و هفت رو به صورت پرکتیکال کاربردی توی ریل انگلیش در دنیای واقعی چطور استفاده کنیم بهتره. فرقا و ریزکاریاشون کجا تعیین میشه. خیلی عالی. دمتون گرم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. حتما این ویدیو رو واسه کسایی که دارن زبان یاد میگیرن، حالا چه دوستداران و یادگیرندگان زبان، بفرستید هر جایی که میشناسید و حتما یه سر به تلگرام بله و آپارات زاویه بزنید. ما توی تلگرام بله و آپارات هر سه اینجاها آیدیمون هست زاویه اکادمی. دمتون گرم تا ویدیوی بعدی. فعلا.